پس در اینجا الله جل جلاله می فرماید بگو ای حبیب ما، ای محمد صلی الله علیه و سلم، آیا علما دانشمندان با جاهلان برابر هستند؟ نخیر، دانشمندان و علما با جاهلان برابر نیستند. الله جل جلاله می فرماید و سخر لكم ما فی السماوات و ما فی الارض. الله جل جلاله مسخر گردانید، رام گردانید برای شما آنچه را که در آسمان ها و آنچه را که در زمین هست. علما می فرمایند همین آیت دلالت بر چی دارد؟ بر علم جیولوژی دارد. پس مسلمان باید در کنار اینکه علم دین را میآموزه، علم دنیا را هم بیاموزه. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. امروز کفار پیشرفت کردند، مسلمانان عقب ماندند به خاطر اینکه علم دنیا را ترک کردند. من حیث مسلمان ما با علم دین، با علم دنیا، به هر دویش ما نیاز داریم. در مسیر زندگی هرگز نمی افتد بچه با چراغ دین و دانش گر بشر بینا شود. چرا مسلمانان امروز عقب ماندند؟ ما یک زمانی داشتیم، یک دوران تمدن طلایی داشتیم، تمدن طلایی اسلامی. در آن زمان مسلمانان در علوم دین و در علوم دنیا در هر دویش پیشگامان بودند. ما استادان متخصصین علوم دنیوی داشتیم. استادان علوم دنیوی امروزی اکثرا مسلمانان بودند، مانند خوارزمی در ریاضیات، ابن سینا در طب، جابر ابن حیان در کیمیا و همچنان ابن هیثم در فیزیک. همه اینها مسلمانان بودند، پیشگامان بودیم در آن زمان. امروز کفار پیشرفت کردن، علم دنیا را آموختن، جنگنده های را در گریز مانند F-22، مانند F-35 و ببینن B-52 و درون ها برای حمله های دقیق اینها ساختن و همچنان سیستم های دفاعیشان را ببینین، سلاح های لیزری ساختن، موشک های بالستیک قاره‌پیما، حتی اگر خواسته باشند یک موضع دقیقی را در افغانستان اگر هدف قرار بدن از اروپا از غرب میتونن. پیشرفت کردن، امروز خود را رساندن. پس مسلمان تو هم از خواب غفلت بیدار شد. در مسیر زندگی هرگز نمی افتد بچه با چراغ دین و دانش گر بشر بینا شود.